سلام دوستان، امیدوارم که حالتون کلی خوب بوده باشه. به چنل من خیلی خوش اومدین. امروز قراره که با هم 10 تا جمله کاربردی به زبان فرانسوی توی موقعیت خرید، حالا توی فروشگاه لباس اینا هست و با هم یاد بگیریم. خیلی سریع میریم سراغ اصل مطلب. خب شما وقتی که وارد فروشگاه میشین، اولین چیزی که میگین خب سلام میکنید دیگه. حالا اینجا این نکته داره، اگر که روزه میگید بونژور، بونژور. اگر که عصر میگید بونسوار، بونسوار. اوکی؟ یک بار میگید، من دارم تکرار میکنم فقط برای اینکه تلفظش اوکی بشه. و بعدش معمولا یکی اونجا هستش، اوکی، که میاد سمت شما، به شما میگه je peux vous aider، je peux vous aider، میگه میتونم کمکتون کنم. حالا شما فعلا انتخاب نکردید، دارید فکر میکنید، میگید je regarde juste، je regarde juste، من دارم نگاه میکنم فقط. اوکی؟ بعد حالا از یه چیزی خوشتون میاد داخل فروشگاه، میگید که میخواید بپرسید که چقدر این c'est combien s'il vous plaît، c'est combien s'il vous plaît، میگید چقدر لطفاً. طرف قیمت رو به شما میگه و شما میبینید اوکیه، میتونید بخرید. بعد میگید که je peux essayer، میتونم امتحانش کنم، یعنی همون پروش کنم. je peux essayer. بعد حالا اینو میپوشید، میبینید اعداد بیداد یکم بزرگه یا کوچیکه. اوکی؟ میخواید میپرسید که vous avez une taille plus grande، یا میگید vous avez une taille plus petite، میگید یه سایز بزرگتر یا یه سایز کوچکتر دارید. باید اینو من دوبار، یعنی وسطش یه خط اینجور مقرب گذاشتم، این در واقع 2 تا جمله است. خب یا میگید vous avez une taille plus grande، یعنی سایز بزرگتر دارید، یا میگید vous avez une taille plus petite، آیا سایز کوچکتر دارید. خب براتون میاره و شما انتخاب میکنید. اوکی؟ بهش میگید که je prends celui-là merci، میگید که من همینو برمیدارم، ممنونم. بعد دیگه میرید دم صندوق و اینا، بهتون صندوقدار میپرسه که vous voulez payer par carte ou en espèces، vous voulez payer par carte ou en espèces، میخواید با کارت پرداخت بکنید یا نقدی. شما میگید je paye par carte، من میخوام با کارت پرداخت بکنم. بعد معمولا آخرش از شما میپرسن که vous avez un sac یا vous voulez un sac، شما این ساک دارید یا این ساک میخواید. در جواب اگر ساک دارید میگید oui c'est bon merci، میگید آره اوکیه ممنونم. بعد حالا اگر که در واقع هنوز روزه، شب نشده، میگید bonne journée au revoir، یعنی روز خوبی داشته باشید ممنونم. حالا اگر عصر شده میگید bonne soirée au revoir، یعنی همون عصر خوبی داشته باشید، خدا نگهدار. خب این بود از جلسه امروز، جملات کاربردی برای خرید. خیلی خوشحال میشم که اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما ساب بکنید، حمایت بکنید، لایک بکنید. کلی ویدیوهای جدید در راهه، حتما دنبال بکنید. تا جلسه بعدی، فعلا خدا نگهدار.